این خاک رو میبینی؟ هممون آخرش میریم زیر همین خاک. هیچ کدوم از چیزایی هم که الان داری به خاطرشون هرس میخوری رو با خودت نمیبری. این حرفم اصلا به این معنی نیست که برای رسیدن به خونه یا ماشین دلخواهت تلاش نکنی یا نه، تلاش تو بکن، اما حالتو به خاطرشون خراب نکن. لحظه ی حال حاضرتو نابود نکن. تو اونا رو برای چی میخوای؟ که شاد باشی، لذت ببری از زندگی. حال خوب اولویته. پس برای رسیدن به اونا حال خوبتو خراب نکن، سلامتی تو به خطر ننداز، برای خودت مشکلات اعصاب، بیماری قلبی درست نکن. میدایی دنبال هدفات ها، خونه مورد نظرت، ماشین مورد نظرت، میرسی بهشون. وقتی میرسی یه نگاه به عقب میکنی، میبینی عمر رفت ولی من زندگی نکردم. همش داشتم میدویدم به این خونه برسم، به این ماشینه برسم، به این پوله برسم. اصلا نفهمیدم چی شد. لذت نبردم. زندگی تو باختی. این لحظه یه حسرتی تمام وجودتو میگیره. عمر رفته و دیگه زمانی برات من و تو زندگی نکردی. تمام لحظاتتو از دست دادی، ناراحت بودی. انسانی که نتونسته عمرشو شاد و آگاهانه در لحظه زندگی بکنه موفق نیست.